و من فضل الله و کرمه ان جعل صلة الرحم برکة فی الوقت. از فضل الله تعالی و از کرم و سخاوت الله تعالی این است که نیکی کردن به خویشاوندان، پیوست کردن علاقه با خویشاوندان را برکه در وقت گردانید. یعنی سبب برکه در وقت مبارک میشد وقتی آن آدمی که با خویشاونداش رفت آمد پیوست میکند، نه فقط وقتش، جمیع عمرش. و زیادتا فی رزق العبد، و سبب زیاد شوی رزق بنده قرار داد. ببینید آدم برای دریافتی یا بردن نان گاه ها مسافه 100 کیلومتر 200 کیلومتر گاه ها هزارها کیلومتر طی کرده به مهاجرت میرد برای دریافت یک قطعه نان. لیکن الله تعالی یکی از سببهای وسیع شدن رزق را در پیوست کردن بنده علاقه اش را با خویشاونداش گردانیده است. یعنی سبب است. خیلی که یکی از سببی دریافت زندگی این کار کردن است یا تجارت کردن است. این چنین یکی از سببهای پیدا کردن رزق این با خویشاوندها علاقه را پیوست کردن است. یقول صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: من احب ان یبسط له فی رزقه و ینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. متفق علیه. کسی که دوست دارد که رزقش وسیع شود، کی دوست نمی‌دارد که رزقش وسیع نباشد؟ همه دوست می‌دارد که رزقش فراخ باشد. کسی اگر دوست دارد که رزقش فراخ باشد، وسیع باشد، و ینسأ له فی اثره، کسی خواهد که عمرش دراز کرده شود، فلیصل رحمه، پس با خویشاوندانش رفت آمد را پیوست کند. ببینید دو عمل را ذکر کردن. کسی خواهد که پولش زیاد شود، رزقش زیاد شود. کسی خواهد که عمرش بسیار شود، عمرش دراز شود، پس با خویشاونداش رفت آمد را پیوست کند.